تو این ویدیو میخوایم مکانیزم عملکرد کنتاکتور رو به زبان ساده به شما توضیح بدیم. کنتاکتور یک هسته ثابت داره و یک هسته متحرک و یک بوبینی که روی هسته ثابت سواره و جهت مغناطیس کردن در واقع هسته استفاده میشه. یه سری کنتاکت داریم به اسم کنتاکت ثابت و یه سری هم کنتاکت داریم به اسم کنتاکت متحرک که اینجا مسیر قدرتمون از اینجا برقرار میشه و پلاتیناش جریان بیشتری رو میتونن از خودشون عبور بدن. یه فنر هم که برای اینکه جریان برق قطع میشه بتونه حالت نرمال رو برای کنتاکتامون ایجاد کنه. یه سری هم کنتاکت ها هستن کنتاکت کمکی که جریان خیلی کمتری رو میتونن از خودشون عبور بدن برای مدار فرمان. کلا ما یه مدار فرمان داریم، یه مدار قدرت که کاملا جدا از هم هستن. دو سر در واقع بوبین A1 A2 هستش که زمانی که توسط یک کلید یا شاسی ولتاژ رو اعمال میکنیم باعث میشه که در واقع جریان از هسته الکترومغناطیسی عبور کنه و یک میدان مغناطیسی تولید کنه و باعث میشه که کنتاکتامون تغییر حالت بدن و در واقع به نیروی فنر هم غلبه میکنه. کنتاکت هایی که باز بودن بسته میشن و اونایی هم که بسته بودن باز میشن و حالا به اسم نورمالی کلوز و نورمالی اوپن هستن. نورمالی کلوز یعنی در حالت نرمال بسته هستن و نورمالی اوپن هم یعنی در حالت نرمال باز هستن. اینجا مسیر قدرت رو میبینید که کاملا جدا از مسیر فرمان هست. حتی اگه کنتاکتورمون به صورت DC باشه میتونه ولتاژ اعمالی به بوبینمون DC باشه ولی مسیر قدرتمون AC باشه. زمانی هم که ولتاژ رو قطع میکنید یا کلا برق قطع میشه باعث میشه که فنر کنتاکت ها رو به حالت اولیه خودش برگردونه و در واقع نیاز به استارت مجدد داره تا اینکه مصرف کنندمون شروع به کار کنه.